بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و دنیایی از ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و محترم. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روز افزون الله متعال قرینه راهتان باد و هر لحظه از زندگی در عبادت الله متعال زیباتر و پررنگتر از لحظات گذشته سپری بشه. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه این توفیق رو بار دیگر نصیب راه ما کرد تا به همراه جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز در برنامه دیگر از برنامه‌های سفره دل میهمان و میزبان خانه‌های شما بزرگواران باشیم با موضوعی جدید. در آغاز سلام شما بینندگان عزیز رو خدمت جناب دکتر عرض میکنم و خوش آمد میگم حضورش رو در استودیو. خوش آمدید جناب. خیلی ممنون، لطف دارید. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم، هم خدمت شما و هم خدمت درس‌اندرکاران شبکه و از اینکه باز هم بر من منت نهادید و فرصتی دادید تا در خدمت عزیزان بیننده باشم. کمال سپاس و تشکر رو دارم و همچنین خدمت شما خوبان عرض سلام و ادب دارم و از اینکه باز هم ما رو در خانواده‌تان دارید و باز بر سفره دلتون نشوندید. کمال سپاس رو دارم و امید است که با هم بتونیم در گشودن برخی از گره‌های جامعه و به خصوص زندگی زناشویی با هم همراه باشیم و انشاءالله راهکارهایی رو برای عزیزانی که خدایی نکرده در زندگیشون مشکلی دارند پیش کنیم و انشاءالله درمانی برای دردها باشیم. در خدمت شما هستم. خدمت از ماست جناب دکتر. عزیزانی که در برنامه‌های گذشته همراه ما بودن میدانند که در چند ماه گذشته محور برنامه‌های ما موضوع زندگی مشترک زناشویی است و آنچه که در رابطه بین زن و شوهر احیانا اتفاق می‌افتد و آنچه که نیاز هست و آنگونه‌ای که باید باشه و واقعیت موجود و پذیرفتن آنچه که واقعیت موجود هست و احیانا راه حل‌ها برای برخی از مشکلاتی که به وجود میاد. امروز هم در امتداد همین موضوع در خدمت جناب دکتر خواهیم بود با بررسی موضوعی جدید که جناب دکتر برای ما و شما در نظر گرفتند که در آغاز از جناب دکتر درباره این موضوع میپرسیم. جناب دکتر چه موضوعی برای امروز انتخاب کردید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. موضوعی که ما چند مدتیه که هی میگیم که باید فضای خانواده پر از عشق باشه. امروز میخواییم به یک به اصطلاح موضوعی رو که خیلی وقتا در ظاهر با مفهوم عشق در تضاد هست باز کنیم و اون مشکلاتی که در محیط خانواده به وجود میاد. میخوایم بگیم که با وجود مشکلات عشق همچنان پایدار هست و در فضایی که اختلافات هست عشق میتونه جای خودش رو داشته باشه و نمودار باشه. یعنی میخواید بفرمایید که عشق و اختلاف با هم قابل جمع هست؟ اصلا عشق در اختلافه، به این معنا که ما اصلا گفتیم که آقایون از یک کره دیگه هستند و خانم ها از یک کره دیگه. خب وقتی که اینا دوتا با همین قدر اختلاف دارن اصلا جمع کردنشون خیلی مشکلی هست در مسیر زندگی. حالا ببینیم در هر جامعه‌ای، حتی جوامعی که به اصطلاح فطرتشون مسخ هم شده باشه میبینیم که کبوتر با کبوتر باز با باز هست. آقا پسرها با هم دوستن، دختر خانم‌ها با هم دوستن. تو کلاس‌هایی که در محیطایی که با هم اختلاط هست پسرها با پسرها دوستن، با هم فوتبال میکنن، دخترها با دخترها دوستن. وقتی هم که به اصطلاح یک نوع مصلحت‌هایی یه دوستی‌هایی رو به وجود میاره، این دوستی‌ها رو ببینیم که دوستی‌های پایدار نیست، یه دوستی‌های مصلحتی است، یه دوستی‌هایی که پسری در پی کامجویی است و دختری بیچاره‌ای هم گول خورده و در پی به اصطلاح ایجاد یک فضای خانوادگی است. با هم دوست میشن، بعد از مدتی میبینیم که به سر هم میپرن. اما مثلا میبینیم که دو تا دختر همکلاسی الان 80 سالشون شده، یکی این ور دنیاست یکی اون ور دنیا، هنوز با هم در تماسن، هنوز به فکر هم هستن، هنوز غمخوار همن. یا شما تا الان
دوستای همبازی های دوران کودکیتون یادتون هست، همیشه ازشون میپرسید، حالا رفت طرف یه جای دیگه، یه کاری دیگه، اصلا سالها بعد میبینیش ازش جوی حالش میشی و حاضری بشه کمک میکنی و به اصطلاح در فکرش هستی. این چیزی طبیعی است. خب اما اون چیزی که طبیعی نیست اینه که ما بیاییم یکی رو از مریخ و یکی رو از ماه، این دختر خانم و با این آقا پسر ما آوردیم، اینا رو با هم میخوایم که زیر یک سقف بذاریم، اینا رو با هم دوستشون کنیم. چه دوستی نه، ما باید عاشق همشون کنیم. این خیلی مشکله و این شدنی نیست. تنها کسی که توان این کار رو داره خداوند هست و واسه همینه که خداوند متعال که به اصطلاح در قرآن کریم از آیات عظمتش ذکر میکنه که به اصطلاح خداوند خیلی قدرت داره. خداوند قدرت داره شب و روز رو درست کنه، خداوند قدرت داره این همه آسمان ها و افلاک و ستارگان رو، و همین خداوند قدرت داره که این زن و مرد رو کنار هم کنه لتسکنوا الیها و بعد جعل بینکم مودة و رحمه، یعنی بینشون حتی نه اینکه در کنار هم میشن، در بینشون مودت و رحمت و الفت، صمیمیت، عشق ساخته میشه. خب این خیلی حرفه که این افرادی که با هم اختلاف دارن و اختلافشون هم چیز طبیعی است، چون اصلا یکی بودن ما وجود نداریم. مثلا در به اصطلاح قواعد منطق میگن که وقتی که اختلافات کلا محو شد دوگانگی محو میشه. یعنی دو چیز ما داریم، اگر من و شما با هم از نظر اخلاقی یکی باشیم، از نظر رفتار یکی باشیم، شکل و قیافه یکی باشیم، همه چی یکی آخرش دیگه ما شدیم یه نفر، دو نفر نیستیم. خب اینجا نه، اینجا دو نفرن، باز یکی از جنس دیگه، یکی از جنس دیگه، یکی از کره دیگه، یکی از کره دیگه. این دوتا با هم چطور زیر یک سقفی باشن؟ این پس وجود اختلاف چیز طبیعی است. نه چی این که چیز طبیعی است، بلکه خداوند متعال این رو از فطرت انسانی قرار داده. ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا یزالون مختلفین. این خاص خدا میتونست همه رو یک کالبد بکنه، یه شکل باشن، یه روند داشته باشن، یه بینش داشته باشن، یه دین داشته باشن، یه فکر داشته باشن، یک شکل باشن، همه اینا. اما نه، خداوند اینا رو با هم مختلف کرد. الا من رحم ربک ولذلک خلقهم. این از رحمت الهی است و خداوند متعال انسانها رو برای همین آفریده. یعنی اختلاف یک چیز طبیعی است، اختلاف یک چیز طبیعی است و این اختلاف باید باعث ایجاد رحمت بشه. ولذلک خلقهم. برای چی خلقهم؟ بعضی از مفسران گفتن لذلک خلقهم، برای اون اختلاف اینها رو خلق کرد. بعضی ها گفتن نه، این لذالک اشاره است به رحمت، یعنی برای اختلافی که باعث رحمت باید بشه. حالا ما در محیط خانواده یک اختلافی داریم، دو جنس مخالف در کنار هم قرار میگیرن، رحمتشون به حدی میرسه که بینشون میشه چی؟ مودة و رحمت. نه تنها رحمت هست، در کنار رحمت عشق هم هست، صمیمیت هم هست، دوستی هست، رأفت هست، همه این معانی زیبا در کنار این رحمت هست. پس اصلا مبنای اختلاف چیزی که طبیعی هست، اما باید این اختلاف رو درک کرد، این اختلاف رو باید کنترلش کرد، این اختلاف رو باید شناخت. یک قصه زیبایی میارن که بنده خدایی با زنش همچین دعوا شده بود، زنش یه مقداری زبانش کم شیرین بود، دراز بود. خب بعد دیگه طاقت نآورد، گفت برم به امیرالمؤمنین بگم. خب رفت که بره پیش حضرت عمر رضی الله عنه. رسید خونه حضرت عمر، دید که خانم حضرت عمر زبانش دراز کرده و داد و فریاد را انداخته. گفت ای بابا، من اومدم درمان کجا پیش حضرت عمر، ایشون که خودشون این مشکل رو دارن. بنده خدا همین یواشی در نظر برگشت.
از وقت قضا حضرت عمر هم در وا کرد که میاد بیرون، دید که بنده خدای اومده داره میره، صداش زدم. خیر هیچی، اومده بودم اول پرسی. گفت این وقت اول پرسیه، چی کاری داشتی، چیزی داشتی؟ گفت والله راستشو بگم من اومدم یه درد دیلی کنم، دیدم که شما هم همین درد گرفتارید. گفت چیه؟ گفت که چیز زنم روم زیاد سر و صدا میکنه و فلان میکنه. گفت خب چی شد که برگشتی؟ گفت دیدم که زن شما هم داره همین مشکل داره و فلان. گفت ببین عزیز جان، غذا واسم درست میکنه، لباسامو میشوره تمیز میکنه، بچه‌امو نگهداری میکنه، از حرام منعم میکنه، این همه خدمت ها بهم میکنه. حالا یک نقطه منفی هم هست رو من تحملش میکنم. گفت راستشو بگی زن من هم این کارا رو میکنه، این ویژگی ها رو خانم من هم داره. گفت بس تحملش کن عزیز جان، قصه زندگی روزای چندی بیش نیست که یه مدت کوتاهی ما این مسیر زندگی هستیم و بعد از این همه وقتمون رو برمیبندیم و میذاریم میریم. حالا دیگه برای یک چیزای کوچیک گیر دادن، یک از کاهی کوهی ساختن، اینی که به اصطلاح خودخواه بودن، بسیاری از مشکلات نتیجهش خودخواهی هست و بسیاری از مشکلات نتیجهش عدم شناخت درست از همدیگه است. یعنی اینی که به ما بگیم که خیلی از مسائلی که هست در زندگی که به اصطلاح اختلاف روش میاد و جنگ و دعوا میشه اینا، اصلا وقتی میشینی از دور نگاش کنی با دقت، به خانمه گوش کنی میگه ای والله حق با شماست، آقای شما چی مشکلتون هست، اون هم حرف میزنه میگه حق هم با شماست. در بسیاری از مسائل حق با هر دوتاست. یعنی چی؟ یعنی اینی که بعضی از تصویرها هست، عکسایی میذارن بعضی از رساما و نقاشای بسیار خوب که به اصطلاح بهشون میگن که به اصطلاح عکسای چی میگن که اینایی که شما نگاه میکنی توش میبینی که مردی سوار اسبه و نمیدونم فلان، من که نگاه میکنم میگم که این تصویر یک پیرمردیه. خب شما نگاه کردید یه چیزی دیدید و اونم درسته، من دقت بیشتر کردم یه چیزی دیگه دیدم که اونم درسته. چند تصویر در یک تصویر. خب طرف دیگه ای میاد میگه نه بابا اینا دو تا پیرزنن کنار هم نشستن تو چشای هم دیگه نگاه میکنن. بابا چه داری میگی؟ میگه اونو نگاه کن. بعد وقتی میاد با ما شعر میده میبینیم واقعا راست میگه. خب فرد چهارمی میاد، ما میخوایم هر سه تا تصویر رو بهش نشون میدیم، هیچ کدوم نمیبینه. بابا این که بچه یه گرفته خط خطی کرده. هیچی که از سه تا تصویری که این رسام بسیار خوب، این نقاش بسیار خوب تونسته بود با یک به اصطلاح مهارت اینا رو ترسیم کنه، شخص چهارم ندید. هر یکی از ما یه چیزی دید. بعد از این که من اومدم واسه شما همه اینا رو نشون دادم، بازم شما میگید که نه آقا من نمیبینمش. اما همه اینا هست، همه اینا تو این تصویر هست. دید فرق میکنه. دید فرق میکنه. خب حالا در مسئله ازدواج، خب دید خیلی باید فرق کنه در یه خونه. اولا این خانم اون آقاست، عینکاشون کلن فرق میکنه. ثانیاً فرهنگ های مختلف میتونن داشته باشن، سطح سواد مختلف میتونن داشته باشن، بینش های مختلف از زندگی میتونن داشته باشن، سطح های عمری، اختلافات عمری، همه اینا نقش خودش رو داره. پس همه اینا احتمال هست که یک نوع استکاکی رو بتونه مثلا ایجاد کنه، اختلاف بشه. خب الان اینی که این اختلاف به وجود میاد، بله به وجود میاد، حتما هم به وجود میاد، اما معناش این نیست که محبت و عشق نیست بین دو طرف. به هیچ عنوان. به هیچ عنوان این دلیل این نیست که همدیگر رو دوست ندارن. به هیچ عنوان این دلیل این نیست که در کنار هم نمیتونن زندگی کنن. به هیچ عنوان این نمیتونه معناش این باشه که اینا نمیتونن یک زندگی بسیار ایدئالی رو به اصطلاح مدیریت کنن. این دامنه اختلاف تا چه حد که باشه
این برداشت رو میشه کرد. یعنی هر اختلافی در زندگی میتونه، یعنی با وجود هر اختلاف در هر درجه هم که باشه میشه یعنی اون زندگی رو کنترل کرد، میشه این مشکل رو حل کرد، یا نه بعضی اختلافات دیگه واقعا نمیشه. ببینید با هر اختلافی مهم اختلاف نیست. یعنی مشکل در اختلاف نیست، مشکل در شیوه تعامل با این اختلاف است، با شیوه برخورد با این واقعیتی که در محیط جامعه هست، در محیط خانواده هست. میتونه فضای اختلاف خیلی زیاد باشه، میتونه فضای اختلاف اصلا یک اختلافی هست، یک مشکلاتی هست که در مسیر راه به وجود میاد. ما از اینجا حرکت کردیم میخوایم بریم یه جایی، خب در ابتدای راه همه وسایلی که نیاز داشتیم رو همراه داشتیم، خب در وسط راه کفشم پاره شد، یک مشکل است. الان من چیکار میکنم؟ یا مسیر رو ادامه نمیدم یا بر میگردم یا یه جوری باید حل کرد مشکل رو. بله. تو مسیر را رفتیم دیدیم که این آذوقه‌ای که هم گرفته بودیم همراهمون گم شد، اسب رمید، همه چیز رو با خودش برد. خب داشتیم میرفتیم، خوبم میرفتیم، وضع زندگیمون خوب بود، الان فقیر شدیم. یک اتفاقی افتاد دیگه. یه اتفاق افتاد، تصادفی شد، نمیدونم یکی از طرفین فلج شد خدای نکرده، نمیدونم بازار سوخت، همه ثروت رفت. خب الان یک مشکلاتی تو راه میاد، الان ما با این مشکلات چطور کنار بیاییم؟ ما وقتی که به اصطلاح با هم ازدواج کردیم این مشکلات نبود، شاید این مسائلی که پیش اومد در وقت ازدواجی که از اولویت‌های ما بود. خب منو وقتی قبولم کردن به خاطر اینکه میلیونر بودم. الان بعد از ازدواج یک سالی نگذشته بود همه این میلیون‌ها ورشکست شد و من رفتم به زیر قرض. خب الان این مسائلی که در مسیر زندگی به وجود میاد، حالا مشکلات اقتصادی باشه، مشکلات صحت باشه، مشکلات نمیدونم حتی یک نوع بحران‌های اخلاقی باشه. خب ما اصلا تو به سلام جامعه یک استادیوم هایی داریم که آقا میرن اونجا چی میکنن؟ چی میگن؟ بدنسازی، ارزاندام میکنن، نمیدونم ماجیچه واسه خودشون درست میکنن اینا. بعد میاییم میگیم آقا کورسه هایی هست برای هوش، بالا بردن هوش و اینا. همینطور هم برنامه هایی هست برای تربیت روحی فرد. این تربیت روحی است که به ما ظرفیت میده. این ظرفیته که مشکل رو آسان میکنه. حالا بعضی وقتا هست که شما میبینید که در زندگی افرادی یه مشکلاتی هست که اصلا غیر قابل تحمل است برای شما شنیدنش، اما میبینید که طرف مقابل چقدر با صبر، با متانت، با رضایت خاطر اون مشکل رو در خودش هضم کرده. انگار نه انگار که مشکل هست. یعنی من همیشه این تصویر جلوی روم هست، یکی از اساتید بسیار بزرگ و شخصیت‌های نامدار، کسی که به اصطلاح کتاب‌های استاد سعید نورسی، کتابایی دارند به نام رسائل نور معروف. خب این رسائل نور رو به عربی برگردونده استاد احسان قاسم. ایشون واقعا در مقابلش من احساس کردم که خیلی کوچیکم، هیچی نیستم. و قضیه همین بود که ما رفته بودیم به اصطلاح زیارت ایشون قبل از اینکه ایشون در ترکیه زندگی میکنن. بعضی از دوستان به ما اطلاع دادن که مدت‌ها سالیان هست که ایشون خانمشون دچار یک بیماری شدن. بیماریش هم اینه که به اصطلاح استخوناش نرم شده، الان شده به اصطلاح یه تیکه گوشت. کل این هیچ گونه حرکتی نمیتونه بکنه، هیچ نمیتونه، فقط یک کلمه‌ای که تنها کلمه‌ای که میتونه بر زبان بیاره الله هست، اسم جلاله الله. نه چیزی میخواد فقط چشاش به اون طرف میچرخونه و میگه الله، میفهمن که مثلا آب میخواد یا غذا میخواد یا اینا. خب این در یک خانواده‌ای که همچنین مشکلی باشه واقعا
تحملش سخت هست و در این مرحله از عمر که به اصطلاح مرحله ایشون بالای 50 سال عمر دارن. خب من خواستم که به اصطلاح یه جوری بهشون دلداری بدم. خب حالا آمادگی گرفتم، خب سخته به همچنین فردی رو اینطور دلداری دادن هم هنر میخواد. اصلا کلا انسان وقتی تو لغتنامه ها میگرده الفاظ قاصرن از تعبیر. من اون لحظه احساس کردم چقدر مشکله. وقتی که ایشون اومدند و به اصطلاح با هم نشستیم و اینو میخواستم یه جوری دلداری بدم، تا من چند کلمه نگفته بودم ایشون همه حکایت رو خوند و ایشون شروع کرد به ما دلداری دادن و اینی که راضی است به رضایت خداوند، این که من بزرگترین مدرسه در خونه خودم دارم، هر روز که از خونه برمیام این ور اون ور میرم، این همه احترام افراد، جایگاه اجتماعی و وجاهت رو در جامعه میبینم، احیانا شیطان وسوسه‌ام میکنه تا میرم خونه یادم میافته که بله ای انسان تو اینی، این زنی که چند بچه رو بزرگ کرد، این زنی که یک قدرت بود، یک حرکت بود، دنیا رو پر کرده بود از حرکتش، ببین در یک اشاره خداوند به این صورت انسان میتونه بیفته. حالا خداوند قادر است که من هم همینطور، من که بهتر از اون نیستم. خب و میگه که من احساس سعادت میکنم، شاید در دنیا خونه ای نباشه که تو اون غیبت نباشه مگر خونه من که تو اون غیبت نیست. یعنی دیدن جوانب مثبتی که در یک مشکل خانوادگی به وجود میاد، در یک مشکلی که برای فرد به وجود میاد، این خودش بیانگر چه هست؟ بیانگر اون تربیت روحی است. اون تربیت روحی که به اصطلاح دین مبین اسلام همیشه ما رو به اون تشویق میکنه، به اصطلاح پایبندی به دعاهای صبح و شام، پایبندی به خوندن و تلاوت قرآن کریم، رابطه بنده با خداش، پایبندی به اذکار، ذکرهایی که بعد از نماز هست و پایبندی به نماز، همه اینها یک مدرسه روحی است که انسان رو قوی میکنه. مشکل ما در جامعه چی هست؟ که خانواده ها عزیزان میان مینالن که مشکل اینطوری و فلان داریم، وقتی میبینی که این جانب روحیش صفره، این دیگه خب ظرفیت اصلا نداره. خب مثل به اصطلاح بیماری که میاد پیش پزشک و میناله که فلان و فلان بیماری رو داره، وقتی که پزشک ازش میپرسه که چی میخوری، میبینی که اصلا سیستم غذایی درستی نداره. خب هیچ جسمش کمبود آهن داره، خب هیچ چیزی نمیخوره که توش آهن باشه. خب من یک زخم دارم، حالا 2 ماه شده التئام پیدا نکرده. خب این زخم نیاز به ویتامین‌های خاصی داره. خب چه هیچ یکی از اون غذاهایی که مثلا جسم نیاز داره، آقا کلسیم، پوستت نیاز به کلسیم داره پوست میفته، اما هیچ یک غذایی که به اصطلاح به بدن کلسیم برسونه ایشون ندارن. خب وقتی که این مسئله هست، خب این بیماری طبیعی است. ما هم چون که این مشکل معضلات روحی رو داریم، این بیماری ها، این مشکلاتی که تو خانواده هست طبیعی است. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که ما بیاییم اون کمبودهایی که داریم به خصوص این جانب تربیت روحی رو، این رو بیاییم پررنگش کنیم، روش کار کنیم، هزینه کنیم، خودمون رو زحمت بدیم، سطح سوادمون رو در این زمینه بالا ببریم. یعنی میفهمید که اولین قدم برای حل این مشکلاتی که احیانا ایجاد میشه اینه که ما بعد دینی و روحی خودمون رو تقویت کنیم. دقیقاً اولین مورد اینجاست. ببینید در مشکلاتی که بین فرد با انسانهای دیگه به وجود میاد، ببینید انسانها با همدیگه به طور عموم مشکل ندارن. اون کسی که مثلا با خانمش مشکل داره، یا خانمی که با شوهرش یا با خانواده شوهرش مشکل داره، همین خانم یا همین افرادی که شما باشون مشکل دارید، هر یکی از اینها با یک جامعه چند صد هزار نفری در تماس هست یا چند هزار نفری در تماس هست، با همه خوبه. خب پس مشکل اینجا کجاست؟ این در مثلا روابط بنی آدم ما یک قوانینی داریم غیر از قوانین 2 تا پیش مهره است.
که پیچو بگیریم با این مهره میخوره ببندش. خب یه چیزی فراتر از این هست، چون ما اینجا یک مسائل روحی داریم، یک مسائل به اصطلاح اخلاقی داریم، یک مسائل رفتارهایی که دیگران دارند، یک نیازها داریم، یک کشش‌ها در بین افراد هست، جاذبیت‌ها و مغناطیس‌هایی هست که افراد رو به هم دیگه نزدیک میکنه. مصدر اینها همش خالق این افراد هست بدون شک. خب پس ما اگر رابطمون رو با خدامون درست کردیم، خداوند رابطمون رو با بندگانش درست میکنه. چیزی طبیعی است. آخه همه این کون و مکان، همه این کون و مکان رابطهش با کجاست؟ الله تعالی. با الله هست. نه تنها این که مثلا رابطه فرد با افراد درست میشه، رابطه فرد با طبیعت درست میشه. چون ببینید در بعضی از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم معانی بسیار عمیقی هست. کسی که در پی طلب آموزش علم هست، میره برای آموختن علم، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که خداوند فرشتگان رو میگه که بالاشون رو پهن میکنن که این شخص روی بالاهای فرشتگان بره. نمیدونم عالم دین همه طبیعت براش استغفار میکنه، حتی مایات تو دریا. یعنی یک رابطه ای هست بین کل این طبیعت، موجودات، انسانها، غیر حیوانات. ببینید حیوانات که هستن که با انسان الفت پیدا میکنن، بعد حیواناتی هستن که در خودشون واقعا قوی و نیرو هستن. شیره تا انسان رو میبینه فرار میکنه. انسان هیبتی که داره، اون جایگاهی که داره، اینا برای چیست؟ برای این رابطه بنده با خدا. وقتی که بنده رابطهش با خدا درست بود، خداوند اون رو دوست داشت، چه اتفاقی میفته؟ ببینید یک اتفاقی میفته در سطح، نه در سطح به اصطلاح فرد و فرد، در سطح کون و مکان، در سطح جهان، در سطح خلایق، فراتر از تصور انسان، فراتر از تصور انسان و فراتر از کهکشان ها، که خداوند متعال فرشته عزیزش جبریل رو صدا میزنه که جبریل من فلان بنده رو، اسمش رو میگیره، فلان بنده رو دوست دارم، پیشم عزیزه، پیش تو هم باید عزیز باشه. جبریل به اهل آسمون اطلاع میده که ای آسمونی ها، ای فرشتگان، خداوند فلانی رو دوست داره، دوستش داشته باشه. اهل آسمون به زمینیان اطلاع میدن که خداوند فلانی رو دوست داره، دوستش داشته باشه. اینه که میبینیم برخی افراد هستن شما اصلا نمیشناسیدش، تا میبینیدش احساس میکنید دوستش داری، احساس میکنید این چقدر انسان دوست داشتنیه. در مقابل افرادی هستن که رابطهشون با خداشون خرابه، خداوند دوستشون نداره. جبریل میگه که من اینا رو دوست ندارم. جبریل به آسمون ها میگه، آسمونیان به زمینی ها میگن. میبینی که بعضی افراد هستن همه ازشون متنفرن. یعرف المجرمون بسیما. یعنی حتی وقتی میمیرن مردم که میشنن یه نفس راحت میکشن که چه انسان بدی بود. الان در محیط خانواده این مورد خیلی مصداقیت داره. فرد وقتی رابطش با خداش درست شد، خداوند خود به خود این محبت این رو در به اصطلاح قلب زنش شوهرش میذاره، در قلب نمیدونم خویشاوندان میذاره. تو یک مثلا خانواده میبینیم که 5 تا عروس هست، خب همه یه عروس رو خیلی دوست دارن، 4 تا دیگه همه ازشون متنفرن. تو یک خانواده هست که 10 تا داماد هست، 3 تا از این دامادها تاج سر همن، بقیه اصلا کسی اسمشون نمیخواد بشنوه. یا 10 تا هستن، 10 تا همه عزیزن مگر یکی. پس اینجور مردم مشکل ندارن، مشکل اون فرد داره. اون فرده که رابطهش با خدا درست نیست. چون رابطهش با خدا درست نیست، صداقت نداره،
امانت نداره، اخلاق درست نداره، دروغ و نمیدونم کلک و دورنگی و همه، شاید هم خیلی چرب زبون باشه، هر جا میاد برپای شیرین بگه، چاپلوسی بکنه. اما یه چیزی هست که به صورت با چاپلوسی نمیشه دلها رو گول زد. چاپلوسی چی میاره؟ چاپلوسی میاره. میبینیم که ما افراد میشینن با هم قربونت برم، اونم میگه قربونت برم، چند تا حرفای خوب میزنن، اونم حرفای خوب میزنه، تا از هم جدا میشن میگن الحمدلله که رفتیم، نمیدونم چند تا چیز هم پشت سرش میگن. چرا؟ چون که یه چیزی که کسی که نداره، کسی که خودش در داخلش محبت نداره، در داخلش صداقت نداره، چطور میتونه به طرف دیگه صداقت رو منتقل کنه؟ حرف منتقل میشه اما احساس، مشاعر، صداقت منتقل نمیشه. خیلی ممنونم جناب دکتر. اگه اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میام برنامه ببینیم، برمیگردیم ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود و همچنین بینندگان عزیز با ادامه موضوع که چگونه میشه احیانا مشکلاتی رو که در فضای خانواده بین زن و شوهر ایجاد میشه با چه فنی میشه که اینها رو کنترل کرد و هر نوع همراه ما باشید. همچنان سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره رفتار با زنان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. در صحیح بخاری حدیث شماره 5185 و صحیح مسلم حدیث شماره 1468 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کسی که به الله و روز قیامت ایمان دارد نباید همسایه خود را اذیت نماید و شما را به نیکوکاری و خوشرفتاری با زنان سفارش می نمایم، زیرا زنها از دنده سینه خلق شده اند و کجترین قسمت دنده طرف بالای آن است. اگر بخواهی آن را راست نمایی شکسته می شود، اگر آن را رها کنی همینطور به صورت کج باقی می ماند. پس سفارش و توصیه مرا در مورد نیکی و خوشرفتاری با زنان قبول کنید. شوهر باید بداند که زن خصوصیات و صفات و اخلاق مخصوص به خود را دارد که در بسیاری از موارد با خصوصیات مرد هماهنگی کامل ندارد و چنانچه صبر و مدارا در بین نباشد زندگی به جهنم تبدیل می شود یا به جدایی می انجامد. دعای همبستری. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد، لم يضره شيطان أبدا. در صحیح بخاری حدیث شماره 5165 ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت می کند که
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر شخص هنگام همبستری با همسرش بگوید اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، یعنی به نام الله، الهی شیطان را از ما و از آنچه به ما عنایت می کنی دور نگهدار. اگر از آن همبستری الله متعال فرزندی به او عطا کند، هیچ شیطانی نمیتواند به او ضرری برساند. حرام است که زن خود را در اختیار شوهرش قرار ندهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. در صحیح بخاری حدیث شماره 5194 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر شبی که زن از بستر شوهرش دوری کند و خود را در اختیار او قرار ندهد، فرشتگان همچنان او را لعنت می کنند تا اینکه به بسترش بازگردد. بعد از سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با ادامه بررسی موضوع فن کنترل مشکلات زن و شوهر یا مشکلات خانوادگی. و در بخش اول برنامه جناب دکتر اشاره فرمودن به اینکه با وجود عشق احتمال داره که اختلاف ایجاد بشه و مشکل ایجاد بشه و لزوما ایجاد مشکل نه، حالا بگیم که وجود مشکل در زندگی زن و شوهر به این معنا نیست که محبتی وجود نداره و یا اینکه عشق و عاطفه‌ای بین اونها نیست، به خاطر تفاوت شخصیتی زن و شوهر و فضایی که بزرگ شدن و افکارشون و گذشتهشون و زندگیشون، به هر حال احیانا استکاک ایجاد میشه و اختلاف ایجاد میشه و مهم اینه که ما بدانیم چگونه با این اختلاف و مشکل برخورد بکنیم و اولین قدم و مهمترین قدم برای حل این مشکل هم این رابطه ما با الله متعال هست و اینکه ما تجدید رابطه بکنیم با خالق خودمون و اگر رابطه ما با الله متعال خوب باشه و رابطه پسندیده داشته باشیم، بنده خوبی باشیم برای الله متعال، یقینا ماحول ما هم ایجاد خواهد شد یک فضایی سرشار از محبت و اعتماد و هر چقدر رابطه ما با الله متعال بهتر بشه، رابطه دیگران هم به نسبت با ما بهتر خواهد بود و این یک قانون است که الله متعال در آیات مختلف از قرآن کریم و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردن. قبل از اینکه ادامه صحبت با جناب دکتر شروع بکنیم، عزیزانی هم که از طریق فیسبوک بیننده برنامه ما به صورت زنده هستند، دوستان خدمت این عزیزان هم بار دیگر سلام مجدد داریم و میتونید که در موضوع برنامه برای ما
سوالات، نظرات و یا پیشنهادات خودتون رو به صورت همزمان بنویسید و انشاءالله در بخش پایانی برنامه در لحظات پایانی حتما مطرح خواهد شد. علاوه بر این که همین بینندگان عزیز همیشه میتونید که نظرات، پیشنهادات و سوالهای خودتون رو با ما در میان بگذارید از راه‌های مختلف، از فیسبوک و از طریق واتساپ و تلگرام و از طریق SMS ما و پیامگیر صوتی و راه مختلفی که در اختیار شما عزیزان هست. جناب دکتر، موضوع اولی که اشاره فرمودید تجدید رابطه با الله متعال. دومین موضوع دوم این چای هست. این چای رو ما ازدواج دادیم با چی؟ با قند. خب احیانا نیاز هست که یک قاشق برداریم، یک استکاک اینجا به وجود بیاد، یعنی یک اختلافی صورت گرفت، یک فضایی چی شد؟ تشنجی ایجاد شد. نتیجه چی شد؟ نتیجهش شد که قنده در اون شکر در این چای حل شد و شیرین شد. پس در مسائل خانواده احیانا اختلافات زندگی رو شیرین میکنه. گفتن اختلافات نمک زندگی است، حالا شما میگید شکر زندگی است. ببینید خداوند متعال میفرماید و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. یه چیزایی هست که شما اون رو بد تلقی میکنید، تصورتون هست که خیلی بده، اما این برای شما خوبه. و حتی فراتر از این فرمود فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. رسما برای خانم ها استفاده شد. فإن کرهتموهن، یعنی فإن کرهتموهن یعنی چی؟ اگر ناپسند من از این زن متنفرم، چش دیدنشو ندارم. خداوند متعال میفرمایند فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. نه در همین چیزی که من خوشم نمیاد، در این چیزی که تو ازش متنفری، بعدت میاد، بعد میفهمی که چقدر خوبی ها بود تو این مسئله. اصلا در مسائل، در اختلافاتی که بروز میاد، در داخل انسان یک قدرت هایی است. انسان خودش رو کی میشناسه؟ ببینید شما مثلا یک کسی رو میبینید تازه از بیمارستان آوردن بیرون، عملش کردن، نمیتونه رو پاهاش را بره، 2 نفر گرفتنش دارن میبرنش به طرف ماشین که سوارش کنن. در همین اثنا یک سگ هاری از جایی پیدا میشه، میدوه به طرف اینو. کسایی که بیمار رو گرفتن ولش میکنن در رو. خود بیمار چیکار میکنه؟ 2 تا داره 4 تا دیگه هم قرض میکنه. میبینیم که همین بیماری که اصلا نوع رفتن نداشت، دوید رفت خودش رو رسون قبل از اونا به ماشین رفت و در ماشین هم بست. خب این قدرت تو این فرد بود، باور نکردم، اما خودش نمیدونست که این قدرت رو داره. خب در اختلافات احیانا این مسائل به وجود میاد که بعضی از نادانستنی های فرد بروز میکنه. فرد خودشو بهتر میشناسه، استعدادهایی داره که ناشناخته است، اون پتانسیل استعدادش شکوفا میشه. اما مهم اینه که این ظرفیت توش باشه. ببینید مثلا ما 2 نفر داریم که میرن سر جلسه امتحان میشینن، یکی خوشحال میره امتحان که زحمت کشیدم، میرم اونجا نمره کامل میگیرم، اون زحمتم رو اونجا نشون میدم. یک کسی دیگه هست که درس هم خونده، زحمت هم کشیده، اما چی؟ دلهره شدید داره، ترس و وهمه داره و هی نفرین میکنه که نمیدونم چرا این امتحان رو الان گذاشتند، نه این باید یه ماه دیگه میبود، نمیدونم فلان، همه ذهنش به این صورت است. این میره، نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجهش این که خودش با خودش دعوا داره. اگر امتحان یه مشکل است، این اصلا قبل از اینکه مشکل رو به باش بسازه، خودش مشکل، این خودش قبل از اون مشکلات دیگه ای برای خودش سبز کرده. خب نتیجهش این میشه که رفوزه میشه، مردود میشه. خب اون طرف دیگه نه، اون به اصطلاح با یه مشکلی که جلوی رو هست با یک دید دیگه رفت. الان در زندگی وقتی یه مشکلاتی به وجود میاد، ما باید جوانب مثبت این مشکلات رو هم ببینیم. مگه مشکل جوانب مثبت هم داره؟ خیلی. خب پس چرا اصلا اسمش مشکله؟ چون مشکله برای ما این رو تصور کردیم مشکل است. این در مورد یک تجربه زندگی است.
در واقع بروز یک به اصطلاح چیز پنهان بود که برای ما مشخص نبود. الان فهمیدم که این زن خیلی سختگیره، این مرد خیلی اخموه، این نمیدونم این مورد رو به اصطلاح جلوی من گذاشته، چون که این به اصطلاح یه چیزی مشکل شده واسه من، یه شکل جدیدی اومده رو کار. چه فایده داره مثلا؟ چه فایده ای داره؟ ببینید از بدترین مشکلاتی که برای در یک خانواده وجود میتونه باشه یک به اصطلاح بدنامی، اونم بدنامی در عفت اون خانواده. خیلی سنگینه. خیلی سنگینه که مثلا زن خانواده طرف به اصطلاح یک شخصی باشه که در جامعه جایگاه اجتماعی خاص خودش رو داره، خانواده خوشنام باشن، الان بیاد مثلا خانم این خانواده رو بدنامش کنه، علامت استفهام بیاد روی عفتش. خیلی سخته نه؟ سنگینه. خب ببینید همچنین حالتی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد. خداوند متعال چی میفرماند؟ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، گمان نکنید که این برای شما بده، بل هو خیر لكم. یعنی یک فاجعه رو ابوبکر صدیق، عمر خطاب، علی مرتضی رضی الله عنه اینا نگفتن که چیز خوبیه. این خداوند ذوالجلال هست میفرمایند که لا تحسبوه شرا لكم، گمان نکنید که این بده، بل هو خیر لكم. این خیلی از مسائل پوشیده‌ای که در جامعه بود رو بروز داد. خیلی از افراد رو ما نمیدونستیم چطور باشون رابطه داشته باشیم، شناختیم. جامعه 1001 درس یاد گرفت. تا امروز، تا روز قیامت ما از این فاجعه اخلاقی که اونجا مطرح شده بود، یک اتهام، یک بهتان، واقعا این دیگه ارزش‌های اخلاقی رو زیر سوال برده بود. خب ما درس‌ها گرفتیم، اندرزها گرفتیم، اون جامعه تربیت شد، ما داریم تربیت میشیم، اون خانواده روابطش بسیار صمیمی‌تر شد. عایشه که به اصطلاح کسی بود که به این به اصطلاح با این فاجعه و ریزش ارزش‌های اخلاقی در اون جامعه داره با این پتک زده میشد، بعد دید که خیلی به نفع شد، نام ماندگار شد، فضایلش بیشتر شد، ماندگار شد. یعنی عایشه ای که به اصطلاح از بین همسران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شاخص‌ترینشون الان شده است عایشه صدیقه، در حالی که کوچکترینشون هم بود. این خودش نشون دهنده اون به اصطلاح دید درست از مشکل هست که به اصطلاح ما وقتی که مثلا یه فردی دچار این مشکل میشه، همین قصه ای که از حضرت عمر رضی الله عنه به اصطلاح تعریف کردیم، الان ببینید در این خانواده مشکل هست. خانمی هست که یه مورد منفی داره، زبان دراز است، بد اخلاق هست، نمیدونم. به هر حال الان این شوهر میاد، یا برعکس زن شوهرش یه مورد به اصطلاح مشکل سازی داره، خب میاد مثلا این رو نگاه میکنه که یک آزمایش الهی است، من باید با این آزمایش بسازم. خب من میخوام برم بهشت. بهشت هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الجنة حفت بالمکارم، راه رفتن به بهشت سخت، همش خار داره، همش سختی داره. خب این سختی ها نمک زندگی است، باید تحمل کنیم. خیلی ها هستن از من وضعشون بدتره، خیلی ها هستن آرزو دارن، همین شوهر من که من اینقدر به صورت به تنگ اومدم، خیلی ها هستن که آرزو دارن این بره خواستگاریشون. خب خیلی ها هستن که به صورت از زن من بدترن، اما من الان احساس میکنم که این یک آزمایش الهی است، باید باش بسازم. من احساس میکنم که این تصرفاتی که صورت میگیره انعکاس کارهای بد منه، انعکاس گناهان منه، انعکاس رفتار زشت منه، انعکاس
برخی از برخوردهای بد منه. من دیروز با اون پیرزنه تو خیابون برخورد بدی داشتم، من پریروز با اون همکارم برخورد بدی داشتم، الان انعکاس برخوردش رو الان دارم تو خونم میبینم. پس این یک عصای الهی است. کما تو دین و تو دان. همونطور که شما با دیگران به اصطلاح بد رفتار کردید، الان با شما بد رفتار میشه. از هر دستی بگیری از همون دست پس میگیری. بس. خب الان وقتی که من با این دید نگاه میکنم به یک مشکل رو احساس ببینید، بدترین شوهری که در تصور شما میتونه در روی زمین باشه کیه؟ فرعون. از فرعون و بدجنسر وجود نداره. خب الان تصور کنیم که خانم این فرعون از دست این لعنتی چه میکشیده. یعنی فرعون کی بود؟ فرعون یک مردکه لندهوری بود. این چیکار کرد؟ احساس کرد که من از این افرادی که می اومدن پیششو به اصطلاح رکوع میکردند و سجده میکردن، چاپلوسا، بسیجیاش، از این بچه بسیجیو که من بهترم، مغرور شد، احساس کرد از اطرافیان بهتره، از جامعه بهتره، از کل آدمیان بهتره، از همه این غرورش رفت تا جایی رسید که گفت انا ربکم الاعلی، من خدای همه شماست. الان تصور کن تو این خونه یک زن هم هست. حالا ببین که این زن چی میکشه از دست این مردی که. اما چیکار کرد؟ این زن اومد این مشکلی که در این خانواده هست این رو درک کرد، این طرف بیمار رو شناخت. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که شد سردار زنهای بهشت. سردارای زنهای بهشت، کد خدا زنهای بهشت 4 تا. یکیشون خدیجه کبری، نیم اسلام، همراه رسول اکرم صلی الله علیه و آله ام المؤمنین. دومیش مریم، مادر حضرت عیسی بنت عمران. سومیش فاطمه، دختر و جیرگوشه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. چهارمیش آسیه بنت مزاحم، همسر فرعون. یک زن یا یک شوهر وقتی که یه مشکل رو بتونه اینطور باش کنار بیاد، به همین اندازه پیش خداش عزیز میشه. محیط خانواده یک محیط عبادی است. محیط خانواده مثل مسجده. ورز پوزیشن. در محیط خانواده یک ارزش هایی هست که اصلا از نماز و روزه و زکات و از همه اینا میزنه جلو. مثلا اخلاق. یعنی ان المرء لا یبلغ بحسن خلقه درجه الصائم القائم. یک شخص با اخلاق خوبش از نمازگزار روزه‌دار میزنه جلو. خیرکم لاهل. بهترین شما کسی که میخواد روز قیامت دستش در دست رسول الله صلی الله علیه و آله باشه، کنارش بشینه، خیرکم لاهل است. احسنکم ایمانا احسنکم خلقا. بهترین مؤمن اونه که بهترین اخلاق رو داشته باشه، نه اونی که بیشترین نماز رو خونده باشه. و حتی فرمود اقربکم الی یوم القیامت احسنکم خلقا. یعنی میخوای که پیش پیامبر عزیز باشی، پیش خدا عزیز باشی، این فضاشه. اخلاق. خانه از قدسیت و جایگاه خانواده مثل مسجد و شاید از مسجد هم مهمتر باشه. خب این فضاست، یه فضای عبادی است. چرا خانواده انقدر مهم میشه؟ چرا خانواده مهم؟ ببینید مهمی خانواده رو از کجا ما بیشتر میفهمیم. شما ببینید در یک جنگ میبینید که مثلا آمریکا روی فلان کشور زیاد تیر میزنه. در یک جنگ هست، در به اصطلاح میدان جنگ به فلان جا خیلی هجوم میه. میدونی که اونجا جایش از جای رهبریته،
مهمترین جا هست، شاید مرکز آذوقه است، یه چیزی هست که اینقدر مرکز مهماته. وقتی میای میبینی که شیطان وقتی برای بچه‌هاشو جمع میکنه و حمله میکنن به بنی آدم و چه جایی رو زیاد زیر نظر دارن، خانواده است. بچه جوجه شیطان ها وقتی میان گزارش میدن برای باباشون که ما رفتیم و فلانی رو با فلانی دعوا انداختیم و فلان کار کردیم و فلان یکی میاد میگه که من رفتم بین فلان زن و شوهر اختلاف انداختم، میگیره میبوسیدش میگه کار تو کردی، کار توست. اینقدر مهم خانواده، چون که خانواده وقتی ساخته شد جامعه ساخته میشه. جامعه که ساخته شد کل بشریت ساخته میشه و رنگ و بو میگیره. اینجاست که این مرکز عبادی رو حتی اختلافی که توش هست باید از نقطه نظر عبادی نگاش کرد. مسجد هوا سرده، خود چیکار میکنیم؟ نماز نمیخونیم؟ میخونیم سرد باشه. آب یخه، وضو میگیریم. هر کاری که هست با اون وضعیتی که هست ما یه جوری کنار میاییم، چون نیتمون عبادت، چون که در یک فضای عبادی هستیم. ما اومدیم اینجا عبادت کنیم. در فضای خانواده همین موارد هست که به اصطلاح با این دید باید مشکلات نگاه کرد. این از مورد دوم که فرمودید بعد از اینکه رابطه خودمون رو برای مطالعه درست بکنیم، موضوع دوم این که فهم و درک و بر نگاه ما به خانه و خانواده یک نگاه عمیق و درستی باشه. اینها الان داریم راهکارهای بررسی حل مشکلات رو بررسی میکنیم. قاطی شد کلمات ما هم اسبا. شما مثلا اینکه چایتون رو شما نوش جان میکنین، چایتون رو ما در نوش جان بفرمایید. برنامه بینندگان عزیز داریم درباره فن برخورد با مشکلات زناشویی صحبت میکنیم که به هر حال گفتیم این مشکلات احیانا ایجاد میشه و هیچ کدوم هم خود وجود مشکل دلیل بر عدم محبت و عشق و عاطفه در بین خانواده نیست، بلکه نیاز به راهکار داره. اولین قدم رو جناب دکتر اشاره فرمودن که مهمترین قدم هست تجدید رابطه با الله متعال و دومین اینکه ما دید خودمون رو نسبت به زندگی مشترک زناشویی تغییر بدیم و هر مشکلی میتونه یک فرصت باشه برای عبادت و هر مشکلی میتونه یک فرصت باشه برای اینکه ما بهتر همدیگر رو بشناسیم و بهتر فضای خانواده رو به اون مسیری که دوست داریم سوق بدیم. غیر از این موارد جناب دکتر؟ یه موردی که بسیار حائز اهمیت هست و احیانا عزیزان بهش توجه نمی‌کنن، چون انسان طبیعت بنی آدم عجول هست. خلق الانسان عجولا. انسان همچین هر چیزی میخواد به صورت زودی حلش کنه و میخواد که به صورت نتیجه رو همون لحظه بگیره. یه موردی هست که در خانواده هست بهش میگن زمان درمانی که وقت و زمان جزئی از حل مشکلات هست. در ابتدای زندگی مثلا ما میبینیم که تنش‌ها و مشکلات بیشتره. چرا؟ چون که به اصطلاح به هر حال جوون هستن، تحملشون کم هست، دیدشون از زندگی کم هست، از یه فضای مجردی اومدن توی یه فضای دیگه، از یه دنیای اومدن به یه دنیای دیگه، به یک تصورات خاص اومدن در یک واقعیت دیگری. دقیقاً اون خواب و خیالایی که داشتن با واقعیت میبینن که تطابق نداره. خب این عدم همخوانی زندگی گذشته با زندگی جدید خیلی وقتا اینا رو تو یک تنش میذاره. بله. خب اینجا چه باید کرد؟ اینجا باید بهشون توصیه کنید که بذار مسئله بگذره. زمان خود به خود این مسائل رو حل میکنه. چرا؟ گذشت زمان یعنی چی؟ گذشت زمان یعنی بزرگ شدن افراد. عقلها رشد میکنه، تصورات، دیدها از زندگی رشد میکنه، چون که تجربات زندگی بیشتر میشه. خب بعضی از اشتباه ها هست که سببش نفهمی هست. یعنی به اصطلاح افراد چرا اشتباه میکنن؟ یا نمیدونن، از باب جهالت هست، یا از باب ظلم هست. عناد هست و میخواد ظلم کنه و غرور داره و غرور داره و فلان داره. خب اینا با گذشت زمان کم 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 رنگ میشه خودش. این فردی که به صورت از روی جهالت کاری رو میکرد، خب گذشت زمان بهش تجربه میده، پخته تر میشه، یاد میگیره. از راه زورگویی و لجاجت و اینا میکرد، دید که با زورگویی و لجاجت و اینا آدم نمیکنه. نه. خب اینا چیزی هست که به صورت کار
ناداناست، کار بچه هاست، اینا در شأن یک شخصیت به اصطلاح که خاندار یا خانواده نیست. اگه بزرگی به جای میرسید کسی بعد الان درازگوش از همه غلط‌تر با شخصیت هم خب این باعث شده که چی؟ این به اصطلاح زمان رو بذاریم یکی از حل‌های جامعه به اصطلاح خانواده، که وقتی که تنش ایجاد میشه به گونه ای این فضا رو ساکتش کنیم، بذاریم که اینا کم کم حل بشن. چقدر زمان لازم داریم؟ من مثلا یک مشکل ایجاد میشه، خب خانم یا شوهر چقدر باید تحمل بکنن؟ یعنی این بازه زمانی که شما میگید چند ماهه، چند ساله، چند روزه؟ این چند ماه و چند روز نیست. این یعنی چی؟ یک مشکلی که هست این رو بذاریم فراموشش کنیم. مشکلی که الان به وجود اومده، مشکل چی بود؟ مشکل نمیدونم بازتاب یک دخالت این و اون بود. مشکل نمیدونم بازتاب یک اشتباه اخلاقی بود. شوهر یا زن نمیدونم برنامه‌های مبتذل نگاه میکنه، فرهنگ وارداتی رو به اصطلاح میخواد تو خونه‌اش تحمیل کنه، یا یک نوع شک و شبهه‌ای به وجود اومد. خب این رو وقتی که ما به چشم پوشی کردیم، زمان گرفتن یعنی چی؟ یعنی اینی که فضا بدیم. ما داریم فوتبال بازی میکنیم، آقا وقت تموم شده اما هیچ برنده نشده، آقا زمان بدیم، وقت اضافی 2 تا 15 دقیقه بازی کنیم. وقت اضافی یعنی چی؟ یعنی اینی که الان وقت تموم شده ما چشم پوشی کنیم بگیم که تموم نشده. کاری که شما میکنید اگر چی کارگردان 5 دقیقه به ما بدید یعنی چی؟ آقا کارگردان وقت تموم شده، شما چشاتو ببند فکر کن تموم نشده. خب در زندگی همینطور چشممون ببندیم فکر کنیم این مورد وجود نداره. خب این کار اصلاح میکنه مشکل اگه تکرار شد چی؟ تکرار بشه. چون که من الان من میخوام که چیکار کنم؟ من میخوام به خودمون وقت بدیم. خب وقتی این یکی از شیوه هاست در کنار شیوه های دیگه‌ای که داشتیم، در کنار اون به اصطلاح اصلاحات دیگه و فن و فوت‌های دیگه‌ای که داریم، این یکی از راه هاست. یعنی نیست که فقط تنها همین راه باشه. اگر ما مورد اول رو نداشته باشیم این اصلا جواب نمیده. مورد اول یعنی رابطه خوب با الله. اگر مورد دوم رو نداشته باشیم در خیلی موارد زندگیمون میلنگه. فهم و درک صحیح از زندگی، فهم و درک صحیح، چطور برخورد کردن با یک مشکل، دید باز داشتن با یک مشکل. وقتی ما این رو داریم، خب یه مشکل الان هست، بذار زمان بدیم بهش. خود به خود میبینیم این مثلا طرف روی شوهر شک داشت، وقتی زمان به صلاح گذشت دید که خودش به خودش میخنده. اصلا کلا یه سوء تفاهم شده بود. یه سوء تفاهمی، سوء تفاهم از کجا شده بود؟ این نمیدونم رفته بود دست زده بود با موبایلش یه کار اشتباه، دیده بود که این با یک به اصطلاح دختری و عکس گلی هم گذاشته یا عکس قلبی گذاشته داره چت میکنه، فدات بشم چی کار کردی چی کار نکردی. اینو اینقدر بعد از مدت زمان متوجه شد این خواهرزاده‌شه، بنده خدا بچه 5 ساله گوش داره به اصطلاح قلب میفرسته، عکس میفرسته، گل میفرسته، اونم میفرسته. خب یا این گذشته میتونست در لحظه اول بدون زمان درمانی یه دعوایی را بندازه، میتونست این دعوا خیلی هم عمیق باشه، شوهر نمیدونه که چی داره، اون شکه نمیدونم فلان، در حالی که بعد از گذشت زمان خودش داره به خودش میخنده که چه کار بدی کردم، خوب شد که اون روزی هیچی نگفتم. خیلی وقتا این جمله رو ما میشنیم، خوب شد که اونجا ساکت شدم و خوب شد که هیچی نگفتم، خدا شکر دهنم در نرفت. خدا شکر از دهنم در نرفت. این نتیجه چی بود؟ نتیجه همون زمان دادن. خب یه موردی که بسیار مهم هست و من میخوام که قبل از اینکه برنامه تموم بشه بهش اشاره کنم، یه مواردی هست که در اثنای اختلافات اونا رو باید بگیم قدغنه، ممنوع، کسی نباید بهش نزدیک بشه در قضایای اختلاف. یکی اینه که وقتی اختلاف به وجود میاد بین زن و شوهره، یعنی بین 2 نفری که لباس تن هم دیگه هستن، خب
هیچ وقت من که مشکلی پیدا کردم علامتش این نیست که لباسم رو بندازم دور. خب یا مثلا من با لباسم مشکل پیدا کردم، لباسه بگه که من میرم خونه خواهرم یا میرم خونه مادرم. در هیچ موردی نباید اصلا به اصطلاح میدان رو خالی کرد، رفت پیش خونه، به اصطلاح خونه رو نباید ترک کرد. یعنی هرچی مشکلم بین زن و شوهر ایجاد میشه، نه مرد نه زن میدون ول نکنه، خونه رو ول نکنه. هیچ وقت از خونش نره بیرون، نره مثلا خونه پدر مادرش، نره نمیدونم فلان. چرا؟ چون تا زمانی که مشکل بین دو نفره حل کردنش آسان‌تره، خیلی آسونه، یا تفاهم میرسن یا یکی کوتاه میان. خب اما وقتی که خانمه رفت به خونه مادر پدرش یا آقای رفت به اصطلاح خبر رفت اونجا، الان مشکل میشه بین 6 نفر حداقلش. خب 6 نفر شما میبینید خیلی وقتا زنه رفته خونه پدر مادر، الان زنه پشیمونه، خانواده کوتاه نمیاد. الان خانواده کوتاه نمیاد. بابا غلط کردم میرم، من اشتباه از من بود. آخه من میذارم که کسی رو دخترم دست بلند کنه. خب پس مشکل رو بردیم جای دیگه، بزرگش کردیم. خب این یک مورد قدغن باید باشه که در هیچ موردی، در هیچ وقتی، در هیچ زمانی وقتی اختلافی پیش اومد نباید از خونه زد بیرون. اگر کسی احیانا این اشتباه ازش صورت گرفت، باید دور و بریا هوا رو داشته باشن که زود جمعش کنن. یعنی چی؟ یعنی اینی که مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن خونه دخترشون فاطمه زهرا، دیدن که هوا آلوده است، خبرایی شده اینجا، ابری هوا. چی شده؟ علی کجاست؟ خب پیامبر نمیفرمایند مثلا، خیلی زیباست هم، پیامبر نمیفرمایند مثلا شوهرتون کجاست، میگن که پسر عموت کجاست. خیلی جالبه این، چون خب پیامبر دیگه به هر حال. پیامبر میپرسن که پسر عمو کجاست، میگن که نمیدونم رفته بیرون از خونه، یه موردی پیش اومد قهر کرد رفت. کجاست؟ نمیدونم، رفته شاید مسجد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میرن مسجد، میبینن بله حضرت علی اونجا دراز کشیده رو خاکا، بادی اومده یکم خاک هم اومده روش. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن بلند شو، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، بلند شو خاکی بلند شو. خب شوخی میکنن باش که اون ناراحتی که به وجود اومده. ببینید پیامبر نپرسیدن که چی شده؟ خب چرا این حرفو به شما زد؟ چرا جوابش ندادی؟ اصلا نپرسیدن که به صورت کی مورد و مشکلی که به وجود اومده مقصر کیه. محکمه نشد اینجا دیگه. اصلا ما قاضی نداریم، قاضی معنا نداره. بین زن و شوهر قاضی یعنی چی؟ خب اینجا باید یه مشکلی که هست حلش کرد بدون در نظر گرفتن مقصر و نمیدونم فلانی. معنای مقصر و اینا بین دعوای بیرونی است. تو خانواده اینجور چیزا مثلا معنا نداره. این نکته مهمی اشاره فرمودید جناب دکتر. احیانا خیلی وقت ما وقتی که در اختلافاتی که ایجاد میشه حتما باید ثابت بکنیم که فلانی اشتباه کرده و معذرت خواهی بکنه. این نتیجه میده؟ این اصلا درست نیست، چون که اصلا که طرف من میام میگم که شما زن از شوهرت معذرت خواهی کن، من به این زن نزدیکترم یا شوهرش؟ یعنی من اصلا من اینجا جایی ندارم. اینا به هم دیگه، اینا پاره تن هم دیگه هن، لباس هم دیگه هن. در بین اینها این مسائل که اصلا معنا نداره، محرم اسرار همه چیزایی که مثلا حتی وقتی که برای من قصه رو تعریف میکنن مجبورن که نصفش رو بخورن. یه مواردی رو نمیتونن بگن. نمیتونن؟ نباید هم بگن. نمیتونن هم. خب اینجا دیگه قضیه اینه که قضیه رو جمع کردن. خیلی وقتا اصلا نصف قضیه اصلا بیان نمیشه. نمیشه بیانش کرد. این نیمه پنهانی داره که خیلی از مشکلات ریشش اونجاست، اما خب بهانه ها جای دیگه است. دقیقاً. یعنی یک جالب بود، یک قصه ای که یه خانمی اومد پیش حضرت عمر رضی الله عنه شکایت
شوهرش. خب شکایتش چی بود؟ من میخوام که ازش جدا بشم. قصه چی هست؟ گفت که والله خیلی بد شده ها، بدیش از خوبیش بیشتره. بدیش از خوبیش بهتره چیه؟ آقا چه مشکلت با خانمت چیه؟ گفت والله امیرالمومنین دروغ میگه. تو شهر شاید خانومی نباشه که اینقدر که این لباس داره اون لباس داشته باشه، اینقدر که این در رفاه است هیچ زنی تو رفاه نیست. اما راستش اینه که یعنی شوهرش دیگه نمیتونه خدمت و غذای به اصطلاح عاطفی و جنسی و اینا شوهرش کم داره. بعد حضرت عمر از خانم پرسید که راست میگه؟ دیگه الان دیگه نبایدها رو گفتن دیگه، مرده هم مجبور شد، اونم اشارتن گفتن. گفتن والله راست میگه. حضرت عمر عصبانی شد، گفت که جوونیشو خوردی، وقتی که جوون بود میتونست خدمتت کنه که اون جوونیشو خوردی، الان به اصطلاح طرف پیر شده که هم زورش نمیرسه نمیتونه به اصطلاح خدمت کنه، الان دیگه داری نق نق میکنی. بعد دعواش کرد و به اصطلاح بعد به شوهرم گفت که ببین من که دعواش کردم این دیگه معناش نیست که دیگه تو هم بری روش ظلم کنی ها. هوا گفت بله امیرالمومنین متوجه هستم، کم به خودت برس. یعنی حکایت اینجاست که به اصطلاح در مسائل خانواده هیچ وقت نباید میدان رو خالی کرد رفت بیرون. این پس یکی از موارد مهمی که در حل مشکلات هرگز نباید خانه رو ترک کرد. از ممنوعات. مورد دومی که قدغن و ممنوعه اینه که مشکل بین زن و شوهر هست، نباید بچه ها رو تو این دعوا دخالت داد. اگر میخوایی به اصطلاح به هم دیگه بوکس بزنید، سیلی بزنید، بری تو بچه ها رفتن مدرسه اینقدر هم دیگه رو بزنید که دیگه نوع حرکت پیدا نکنه. همون جوره فرزندان نه این مورد رو باید مراعات کنن، ولی اینکه بحث لفظی و مشاجره لفظی هم باشه. حتی هیچ موردی رو، چون که این اون قداست پدر مادریت رو پایین میاره. پدر و مادر در چشم بچه ها یک جایگاه و یک هیبت خاصی رو دارن. پدر مادر مادره. خب وقتی که دعوا میشه خاصتا خانم‌ها خیلی اشتباهاتی در این زمینه میکنن، چون خودشون احساس میکنن که ضعیفن. خب و شوهره داره مثلا زور میگه یا همچون احساس میکنن میخوان که جهت‌بندی را بندازن، یک به اصطلاح چون که میدونن که بچه ها همیشه طرف مادر رو میگیرن که مادر ضعیفتره و به هر حال جوانب عاطفی بچه با مادرش بیشتر به اصطلاح انس داره. خب میخواد که به اصطلاح به بچه ها بگیم. یکی اینه که به اصطلاح هرگز این مشکلاتی که هست رو با بچه ها تعریف نکنه. هیچ پدری نباید بدی مادر رو، عیب و ایراده هایی که در مادر هست و همه هم میبینن، نباید اینا رو برای بچه‌شون تکرار بکنه. و مادر هم همچنین. و هیچ مادری حق نداره که هیچ بدی از پدرشون بگه، حتی بدی که احیانا پدر ازش یک اشتباهی سر زد، اومد دعوا کرد جلوی بچه‌ها، وقتی که نیست باید مادر این دعوا رو، مادر میدونه که مظلوم هست، مادر میدونه که پدر ظلم کرد، اشتباه از اون هست، اما اینجا قضیه پدر اون دوتا نیست، اینجا قضیه تربیت فرزند است. اینجا باید برای در نبود پدر برای فرزندا این اشتباه پدر رو تعویلش کنه که باباتون امروز تو خونهش پر بود، ظاهراً که سر کار کسی اذیتش کرده بنده خدا رو، و الا اون هرگز این حرفا رو نمیزنه، از این عادت‌ها نداره فلان. یعنی اون خرابکاری که یکی از طرفین کرده، طرف دیگه باید زود بیاد ماسمالیش کنه که نکنه بچه‌ها یک برداشت اشتباهی بکنن، اون هیبت پدر و یا مادر در چشم بچه‌ها کم بشه. پس این ممنوعات یکیش که هرگز خونه رو ترک نمی‌کنن، دوم جلوی فرزندان به هیچ عنوان این مسائل رو مطرح نمی‌کنن و حتی اگر یک کمی اشتباه مرتکب شد نفر دیگه در غیابش سریع
سعی میکنه که توجیه و تعبیر کنه. حالا مسائل شخصی خودشون باز بین خودشون میمونه در فرصت مناسب خودش. یه مورد دیگه که خیلی از خانواده ها متاسفانه و به خصوص خانم ها توش کج میرن، قضیه اینه که یه افراد شیادی تو جامعه هستن که خودشون رو نمیدونم سید و پیر و فلان اینا جا میزنن، کارشون جادو جنبله، تا جادو میکنن و نمیدونم فلان میکنن، برو پیش فلانی نمیدونم فلان میکنه که آقا بیار موی شاخ فیلی بیار و برات چیز کنیم و شوهرت عاشقت بشه و نمیدونم دوستت داشته باشه و فلان از این حرفا. یکم شیر مرغ بیارم نمیدونم چی بیارم. این مورد ببینین اگه این جادوگره یا نمیدونم سیده یا نمیدونم هر چی که میخوای اسمشو بذار، پیر و فالگیر و نمیدونم این مزخرفات، اگر این به اصطلاح توانی میداشت بعضی حالش خودشو بنگرید. یه جادوگر شبیه آدم من تو دنیا ندیدم. یه جادوگر همشو ببینید، بعضی حال زندگی خودشونو ببینین، اگر اینا بدبختا کار و توانی از خودشون برمی اومد به خودشون میرسیدن. الان سر خودشون میدن. حالا مثلا چون هر یکیشون شده بود 10 تا ترامپ. ببین از حال خودشون. وقتی که این نمیتونه به خودش برسه چی میتونه واسه تو بکنه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این رو یه خط قرمز زیرش کشیدن که نباید هرگز به اینا نزدیک شد. چرا؟ چون اینا یه افرادی هستند که با جنا و با شیطانها و با کثافتها و با اینجور چیزا زندگی میکنن. خودشون خیلی وقتا آدمای شیادی هستن متاسفانه. خیلی وقتا همیشه هر کی تو این راه رفت یعنی اینی که اصلا اون رو جز آدمیان حسابش نکن. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند که کسی اگر رفت پیش عرافی، پیش نمیدونم فالگیری، پیش جادوگری و حرف اون رو گوش کرد و باورش کرد، باور کردن حرف اون مساوی است با کافر شدن به حضرت ابوالقاسم محمد مصطفی صلی الله علیه و فقط کفر به ما انزل علی محمد علیه الصلاه و السلام. یعنی همینی که رفت پیش اون مثلا آدمای بیهوده، یعنی اینی که از لباس انسانیت و کرامت انسانی خودش رو انداخت دور، سعی کنه ایمانش از دست داد. ایمانش رو از دست داد. زنی که در این محیط و در این خط رفت یعنی اینی که آینده خودش، آینده خانوادهش، آینده بچه هاش رو زنده بگور کرد. دیگه این خانواده نخواهد شد. خانواده‌ای که توش نمیدونم جن و شیاطین بیان اونجا فوتبال بازی کنن، جادو جنبل و تعویض و اینا باشه، اون دیگه خانواده نشد. اون خانواده دیگه شوهر دیگه الان هر چیزی که ببینه فکر میکنه که این جادوست، یا زن همینطور. خب این حرفایی که این یک نوع چی میشه؟ چون که این طرف رفته پیش اونجا یه پولی داده و نمیدونم اونم گفته و نمیدونم فلان چیزو بذار فلان جا و فلان کار و اینا، شیطونا رو آورده تو. این وسوسه‌ای در بین خودش هست، این فکر میکنه الان فردا شوهرش نیشخند هم بزنه، این فکر میکنه اثر همون تعویض و جادو و جنبن هست. به این صورت ایمانش میشه به مزخرفات، از خدا دور میشه، به شیطان وابسته میشه. خب اینه که این خط قرمز هست، قدغن هیچ زن و مردی هر چند گناهکار باشن، هر چند اشتباهات تو زندگیشون داشته باشن، تقصیرات داشته باشن، هرگز به این نقطه نزدیک نشن، سراغ این عده نرن، به هیچ عنوان کاری نکنند، راه رو برای شیطانها و برای اینا باز نکنند. حالا بعضی از خانواده میان میگن که خواهر زنم و خواهر شوهرم و مادر زنم و مادر شوهرم این کار کرده و فلان. ببینید این خونه شماست، در و پنجرش دست شماست، شما میتونید در رو هر کی بخواید باز کنید، میخواید باز نکنید. شیطان تا وقتی که شما بهش اجازه نمیدید تو خونه شما وارد بشو نیست، نمیتونه.
خونه ای که توش ذکر خدا باشه، خونه ای که توش محبت و عشق الهی باشه، خونه ای که توش نمیدونم اذکار باشه، خونه ای که توش هر روز نماز هست، وقتی که خونه ای که توش سوره بقره زنده هست، اونجا دیگه شیطان از کجا میخواد بیاد؟ خونه ای که همه افرادش بعد از هر نمازشون آیت کرسی رو میخونن، اون خونه دژی هست که شیطان بدبخت هیچ اصلا نمیتونه اون طرف نگاه کنه. خب نه جادو کردند و فلان کردن، این حرفا اگر کردند و فکر میکنید تو خونتون هست، پس مشکل نه پیش جادوگره، نه مشکل پیش شماست که نتونستید این دژتو خوب مثلا ازش دفاع کنی و خوب ازش محافظت کنی. این کارو بکن. حالا جناب دکتر، کسانی که به بهانه و حجت مشورت کردن میرن، اونها چی؟ با کی میخوان مشوره کنن؟ ببینید در مشوره 2 شرط حتمی هست. با هیچ انسانی مشوره نکن مگر اینکه این 2 تا شرط رو داشته باشی. شرط اولش آدم دینداری باشه. آدم دینداری باشه. شرط دومش آدم عاقلی باشه که خیر شما رو میخواد. یعنی آدم عاقل باشه. اولا جادوگر نه دینداره نه عاقل. تعویذ نویس و نمیدونم فالگیر و نمیدونم این سجاده نشین قبر و اینا نه عاقلن نه دیندار. اینا که بسیار با شیطان ها و با جن ها و با اینا زندگی میکنن، اینا دیگه از آدمیت اومدن بیرون. ببینید انسان کرامت خودشو داره. شما یک فردی رو ببینید که همیشه با چیا زندگی؟ با میمونا زندگی میکنه، با گرگا زندگی میکنه، چند تا سگ گرفته و با همین سگا زندگی میکنه. شخصیتش چیه در چشم مردم؟ خون با جانورا زندگی. این هم اومده با شیطان ها و با جن ها و با این جور چیزا زندگی میکنه. این هم حکایتش همونه. اون حداقل با یه سگی زندگی میکنه که سگ وفایی داره و حداقل یه فطرت سلیمی داره. این داره با شیطان ها زندگی میکنه. هیچ که شیطان شده. این از این میخوای چیزی مشوره بگیری؟ اصلا رفتن به اینها و حرف اینها رو شنیدن انسان رو از اسلام بیرون میکنه. خیلی خطرناکه. این مورد از جزء قدغن هاست. مورد دیگه کلمه طلاق. کلمه طلاق باید از قاموس، از فرهنگ لغت خانواده باید کلن بیرون باشه که به هیچ عنوان این کلمه، مثلا بعضیا فکر میکنن که کلمه طلاق گفتن و اینا علامت مردانگی است. من مردم نشونشو میدم. چرا نشون میدی؟ تو خودت خرد میکنی، زندگی خودتو داغون میکنی. این تهدید به طلاق نکنه اصلا. نه تهدید به طلاق و نه تهدید به زن دوم. زن دوم، ازدواج دوم یک عبادته. یعنی همونطور که خانواده اول یه مسجده، خانواده دوم یه مسجد دیگه است. زن دوم عصا نیست دو دست مرد که هر وقت احساس کرد که زنش کم آورده تق بزنه به سرش. اگر شما میخواید ازدواج مجدد بکنید، ازدواج دوم و سوم و چهارم، مبارکت، برو. یک فضای عبادی هست، به این صورت میتونی به خدا نزدیک بشی. 4 تا خانواده رو وقتی اداره میکنی یعنی 4 مشکل بزرگ، 4 فامیل، 4 به اصطلاح خانواده بزرگ رو داری حل میکنی. به شرطی که بتونی. شرطی که بتونی و به شرطی که تلاش کنی. نتونی تلاش کنی بازم به هدف رسیدی، اجر تو از جانب خودت گرفتی. اما اینی که بیایی به اصطلاح از یک به اصطلاح عبادت استفاده کنی برای زدن به اصطلاح کسی دیگه و زن دوم رو به عنوان یک شلاقی دستت باشه که بزنی و هیچ وقت به هیچ خانومی توصیه نمی‌کنیم که زن دوم شخصی باشه که میخواد با اون زن اول رو بزنه. امروز دعوا دارن، خب با تو میزنه، فردا صلح کردن، تو میشی خارج میدان، تو از بازی میندازن، بی سربار میشی. هرگز این مثلا این از جمله قدغن هاست. و از جمله قدغن های دیگه ای که هست اینه که هیچ وقت نفرین نکنید. اشتباه میشه و دعوا میشه
خب برخورد میشه، یکم هوا مثلا رعد و برقی میشه. هیچ وقت بددعایی به همدیگه نکنید، همدیگه رو نفرین نکنید، فحش ندید، بد و بیرا نگید، دست روی همدیگه بلند نکنید. از صفات پیامبر اکرم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم لم یکن رسول الله صلی الله علیه و سلم لا طعانا ولا لعانا ولا فاحشا بذیئا. هیچ وقت از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کسی رو بد نگفت، نفرین نکرد. ما اینه پیامبرمون، اینه کسی که به اصطلاح ما قدم رو قدمش میذاریم و زندگیمون رو رونق میدیم. هیچ وقت هم دست رو همسرش بلند نکرد. هیچ وقت امکان نداره. هیچ وقت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هیچ زنی رو نزدن، حتی در میدان جنگ، چه برسه در مال خانه. خیلی ممنونم جناب دکتر. ما وقتمون داره پایان میرسه. نمیدونم اگر مطلب دیگری باقی مانده که مهم هست نیاز به تذکر در چند دقیقه‌ای برای ما بینندگان عزیز بفرمایید. یک موردی مثلا مهمی که هست در قضای اختلافات اینه که اختلافات رو با گفتمان حلش کنیم، با هم بشینیم. خب با هم بشینیم معناش چیه؟ معناش این نیست که وقتی اختلاف بروز کرد شوهر دادش رو آسمونه یا خانم عصبانیش بهش بگیم بیا با هم بشینیم، بیا گیریم اینجا یه چای بخوریم با هم قضیه رو حل کنیم. این نمیشه. یعنی وقت اختلاف نه. وقتی که به اصطلاح اختلاف شد، در وقت اختلاف باید یکی از طرفین که اون ببینیم خیلی زیباست، خیلی وقتا میخوای تو در فضای خانواده یه رقابت ایمانی هم هست. وقتی دعوا میشه بین دو نفر مشکلی پیش میاد، یه نفر تصور کنید پیش خدا نمرش 80، یه نفر دیگه نمرش 10. خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیرکم من بدأ بالسلام. کسی که اینجا صلح بکنه، آشتی رو درست بکنه، پیش قدم باشه، اون بهتره. یعنی اگر شما خانم درجت پیش خداوند نمرت 10 بود، شوهرت 95 بود، شما صلح کردید، شما شدید بالای 95، یهو رفتید بالا، پیش خداوند عزیزتری. و این فضا رو به اصطلاح خدا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این رو به خانم‌ها داده. گفته ببینید وقتی مشکلی میشه به شوهرت بگو که با خدا نمیتونم چشم رو چشم بذارم تو ازم راضی نشی. در فضای خانواده باید بدونیم معذرت خواهی کردن، کوتاه اومدن به معنای این نیست که طرف مقابل بر حقه و شما مقصری. به هیچ عنوان. من چرا معذرت خواهی کنم؟ اشتباه از من نبوده. نه. در خانواده معذرت خواهی به معنای برقراری آتش بس و صلح و به معنای بهتر شدن نزد خداوند از طرف مقابل، عزیزتر شدن پیش خداوند از شوهر یا از همسرت. اینه که در یک وقتی که به اصطلاح آتش بس هست، وضع خوبه، از آسیاب افتاده، اون جنگ سرد شده، در اونجا تنهایی، کسی دیگه رو توی چی؟ گفتمانمون توی این اختلافمون نمیاریم. و وقتی که خشم نیست، اگر یکی از طرفین عصبانی هست اصلاً صحبت معنایی نداره، نباید بشه. عصبانیت چی هست؟ عصبانیت آتیشیه که تو قلبه، تو مخ آدمه. اون وقتیه که دیگه طرف عقلش از کار افتاده، داغ کرده. خب حرف زدن اصلا بی‌معناست، نمیپذیره، اصلا نمیفهمه که بپذیره، چون طرف داغ کرده یا نمیخواد که اصلا قبول کنه، نمیخواد پایین بیاد. و اینی که در این گفتمان بیایم ببینیم مشکل کجاست. وقتی که همه مشکل رو حل میکنیم اون مشکل مطرح بشه، نه قبلش و نه بعدش. نقش قبر نکنیم دوباره. که ما بیایم که 5 سال پیش هم همین کارو کردی، 200 سال پیش هم بابا بزرگت هم همین کارا رو میکرده. خب اینی که بیایم به اصطلاح نقش قبر کنیم و دعواهای قدیم و نمیدونم فلان و اینا، به خصوص خانم‌ها که این
قسمت به اصطلاح از ذاکرهشون خیلی زود فعال میشه. یه مشکلی پیش میاد تخصصی به اصطلاح آقایون خیلی وقتا میشه که مثلا میبینی که زنه میاد یه حرفایی رو میزنه، شوهر دهنش وا مونده، من گفتم، من این کارو کردم کی؟ خب این بنده خدا اصلا اینو یادش رفته. خب این خب یک ویژگی است در خانم ها که به اصطلاح اینقدر حافظه‌شون قوی هست. مخنگ‌تریم تو اینجا. خب اینجا نه، این موردی که اخیراً باعث شده بود دعوا بشه یا مشکل پیش اومد، مسائل قدیم که گذشت، برگذشته ها صلوات، زمان اومد اونا رو دفن کرد رفت، حالا چرا بیایم نبش قبرش کنیم؟ الان این موردی که پیش اومده، این مورد رو بیایم با هم بشینیم، مشکل کجاست، از کجا اومد، چی شو اومد. خب الان وقتی میایم میبینیم که مثل فسرا وقتی که با یه مشکل برخورد میکنی همیشه طوری برخورد کن که گویا این مشکل از شما نیست، بیاید بشینید انگار که این مشکل همسایه بود. الان شما میایید راه حل پیشنهاد میکنید، 3-4 تا راه حل میذارید، بعد از این راه حل ها میگید که بله این مورد رو با هم اتفاق میکنیم تا دوباره از این بسیار مشکلات پیش نیاد، از این درگیری ها پیش نیاد فلان. قضیه جمع میشه. قضیه که جمع شد دیگه نیازی نیست که ما بسیار دلهره داشته باشیم، نگران باشیم. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر از صحبت‌های زیبای شما. فقط خداحافظی شما با بینندگان عزیز فرصت داریم. قبل از خداحافظی یک مورد بسیار مهمی هم که هست اینه که به اصطلاح دعا رابطه ماست با خدامون. با خدامون همیشه رابطمون رو گرم نگه داریم و همیشه راز دلهامون رو با خدامون در میان بذاریم و هر مشکلی داریم حلال مشکلات خداست. از خدامون بخوایم که این مشکل ما رو حل کنه. نمازهامون واسه همینه، سجده بهترین جایی است که باید با خدامون راز و نیاز کنیم، درد دلامون رو بیان کنیم، نیمه های شب بلند شیم دعا کنیم. خداست که میبینید بعضی از بیماری ها هیچ علاج و درمانی نداره، میگن آقا بیماری قند بی درمانه، بیماری روماتیسم بی درمانه، فلانی اصلا امکان نداره، همه دکترها جوابش گفتن، تا میبینیم که یک دعایی میاد و همه این حرفای دکترها رو میندازه دور، طرف رو خداوند شفا میده. الان این بیماری های نفسی که هست، بیماری های دلی که هست، بیماری که تو خانواده هست، اینها رو هم ما میتونیم با دعا، با صدقه دادن درمان کنیم و زندگیمون روی زندگی پر از شادی و خوشبختی کنیم. آمین. ان شاءالله که همین مشکلات با دعا حل خواهد شد. تشکر از شما جناب دکتر و همچنین از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید و تشکر خاص دارم از احمد جان و از جاوید جان و محمد جان و فرید جان و منیر احمد عزیز و حمزه عزیز در داخل استودیو. و در پایان از الله متعال تقاضای دعا داریم برای همه گذشتگانمون از پدران و مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، اساتید و شاگردان، اقوام خویشاوندان که الله متعال همه اونها رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده و در بهشت برین با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین محشور بکنه و ما و شما و همه امت اسلامی رو همچنین تقاضا دعا میکنیم برای همه مریضانمون که در بستر بیماری هستن که الله متعال اونها رو شفای عاجل عنایت بکنه، در خصوص در بزرگوار جناب دکتر عمرای عزیز که امروز عملی داشتن و برای این عزیز که پدر همه ما و شما هستن دعا میکنیم که الله متعال ایشون رو و همه بیمارانی که از جمع ما و شما در بستر بیماری هستن الله متعال شفای عاجل عنایت بکنه و این بیماری رو سبب قرب درجات و کفاره گناهان همه این عزیزان بگردانند. و برای خودمون هم از الله متعال تقاضا میکنیم که به ما توفیق فهم صحیح دین، اخلاص و حسن خاتمه رو در آخرین لحظات دنیا برای ما نصیب بکنه تا دست پر از این دنیا بریم. الله یارو نگهدارش.